بدترین چیز این وقت شما امید رو از یک ملت میگیرید، امید رو از یک کشور میگیرید با این حرف ها، با این سخن ها، با این اندیشه. وقتی اگر از دستمون کار نمیآید، من خواهش میکنم که این گونه جمله رو نگوییم و این جمله ها بالاخره روز گریبان خودمون رو میگیرد. روز برای تاجیک بودنمون شاید دلمون تنگ میشود، روز شاید برای یک کشوری به نام تاجیکستان دلمون تنگ میشود. از این خاطر من از این برنامه کتابخوان دعوت میکنم که هیچ وقت این ملت رو، این کشور رو، این سرزمین رو با این گونه جمله ها تحقیر نکنید، پس نزنید. سیاست ها میروند و میآیند، سیاستمداران عوض میشوند، نظام ها تبدیل میشوند، ولی این کشور، این ملت، این سرزمین باید باقی ماند و هم میماند. از این خاطر تاجیکیت این افتخار است. هویت، مسئله هویت که مسئله شوخی نیست و امروز این زرق و برق دنیا، این پیشرفت های دنیا چشمان شما رو کور نکند و نسبت به ملت خود، نسبت به زبان خود، نسبت به هویت خود بی تفاوت نباشید. همون گونه که علامه اقبال لاهوری میگوید جوانان را بدآموز است این عصر، شب ابلیس را روز است این عصر، بدآمانش مثال شعله پیچیم که بی نور است و بی سوز است این عصر. هوشیار باشیم، بیدار باشیم، آگاه باشیم و بار دیگر تکرار میکنم که اگر یک کاری خوب انجام دادن نمیتوانیم، مزاحم دیگران نشیم که آنها کاری خوب انجام میدن. و در این کشور و در این سرزمین و در سراسر دنیا ما جوانان را داریم، افراد را داریم، نفران را داریم که نسبت این ملت، تقدیر این ملت، زبان این ملت، فرهنگ این ملت بی تفاوت نیستند و 24 ساعت در این موضوع اندیشه میکنند و همیشه ناامیدی را در خودتان بکشید و امیدها را بیدار کنید.